درود به روی گل تک تکتون. من فوادم و خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی جدید دیگه. خیلی خوش اومدین. با یه تأخیر خیلی زیاد اومدم خدمتتون و خیلی خوشحالم که الان اینجا دارم ویدیو ضبط میکنم پشت سیستمم و دارم شما رو میبینم و شما منو میبینین. خیلی خوشحالم. و اینکه اونم چه موقعی اومدم، موقعی که همه تیتر و تامنیلشون زده یوتیوب فارسی تموم شد. وای درآمدا صفر شد. وای اینا دیگه عادیه دیگه. میدونی یه ایرانی واسه ایرانی دیگه اینا عادیه. واسه یه جوونیه که ایرانیه عادیه. و از این مشکلات تو یوتیوب خیلی بود. من نمیخوام ناامیدتون کنم، نمیخوام الان انرژیتون رو بیارم پایین و خیلی پر انرژی ام خودم الان. بریم سراغ ویدیوها. و اصلا موضوع این ویدیو چیه؟ موضوع این ویدیو اینه که میخوایم بریم مدارس ایران رو هم ببینیم چه خبره، چی کار میکنن بچه‌ها، چی میبرن، چی کار نمیکنن. میدونی آره دیگه. اولی مدرسه پسرونه است. برو که رفتیم. دستم مارم بابا خب اینا دیگه میدونی اینا تو مدارس ما با میز میکوبیم، کارهای عجیبی میکنیم ما تو مدرسه پسرونه. حالا نمیدونم دختران چه خبره، ولی تو مدرسه پسرونه خیلی کارهایی میکنیم که نباید بکنیم و میکنیم. بریم ویدیو بعدی. نوشته من در حال تور مدرسه گردی وقتی به معلم گفتم میرم دستشویی. فکت هممون یه بار به بهانه دستشویی مدرسه پیچونی رفتیم تور مدرسه گردی. ایول فکت واقعا. دختر پسرم فکر نکنم داشته باشه. دنیا مثل اونم. یه لحظه چی؟ مدرسه هاتون مختلطه؟ What the hell؟ ببینیم. نمیدونین چه اتفاقاتی تو مدارس مختلط میفته، یعنی پشماتون میریزه. من اتفاقایی که میفته رو اصلا کاری ندارم. مختلط. من خیلی واسم سوالی که این بانوی زیبا توی کدوم کشور زندگی میکنه. من خیلی اصلا الان این میگی در ادامه بذار ببینیم چی میگه. من فقط میخوام ببینم این کدوم چه مدرسه‌ای میره که مختلطه تو ایران و چی کار میکنن و خودم میدون. بذار ببینیم، من حرف نزنم بهتره. کلاس 11 اول صبح دارم میرم 11 قطعا تو ایران مختلط نداریم. یعنی دبیرستان مختلط تو ایران مثلا ابتدایی دیدم مختلط باشه، دبستان دیدم مختلط. نه ایران نیست، قطعا نیست، مشخص نیست. ببینیم چه اتفاقایی میفته. حداقل تو ایران که نیست، ببینیم تو خارج چه اتفاقایی میفته. کوفته، بعد زنگ اول، زنگ دوم، زنگ تفریح. فکر کنم یه دختر و پسر تو زنگ تفریح داشتن با هم دیگه همش لاس میزدن. بعد دختر نشست تو میز، بعد پسر گفتش که نشین رو میز بیبی، الان میز میشکنه، بیا پایین. فقط میخوام زودتر از ویدیو بگذاریم. و یه دختره میگفت ولی من میزو نمیشکنم، من خیلی کوچولوام، من میز نمیشکنم. مثلا فکر کن کلاس 10 یه بار تصمیم گرفتم برم پشت کلاس بشم. یه بار. بزرگترین اشتباه. شما تصمیم گرفتین که بریم پشت کلاس. دختره کنار یه این پسر نشسته بود. راجع به دختر پسر دیگه دارم حرف میزنم. بعد همینطوری داشتن به هم نگاه میکردن، میخندیدن. و حالا دختره سرشو گذاشت رو میز اون. بعد یهو دوباره پا میشد، بعد دوباره بهش نگاه میکرد، میخند. قشنگ دختره رو دستش انداخت دورش. بعد وسط کلاس زبان. خب الان دیگه
وسط کلاس زبان من واقعا من اطلاعات عمومیم خیلی پایینه. من سوال دارم ازتون، آیا توی خارج کتاب زبان دارن؟ یعنی مثلا زبان چینی، مثلا تو آمریکا زبان چینی یاد میگیرن؟ زبان بین‌المللی انگلیسیه. خب مثلا توی چه کشور؟ خب انگلیسی بین‌المللیه دیگه. آمریکایی که انگلیسی، آمریکایی انگلیسی صحبت میکنه. نمیدونم حاجی، بذار من باید بفهمم این کجاییه. و حالا دوباره این دختره سرشو گذاشت رو میز پسره، بعد دیدم دستش این پایین داره میره تو جیب هودیش، بعد جیب هودی یه جورایی این قسمت میشه، یعنی درسته میدونیم دیگه. دستشو کرد تو جیب یه دقیقه باز هودیش. پسره دستشو کرد. خیلی اتفاقای بدی میفته به نظرم اون مدرسه. ببینیم کی. بعد جیب هودی یه جورایی نه بذار من. بعد دیدم دستش این پایین سرشو گذاشت رو میز پسره، خب بعد دیدم دستش این پایین داره میره تو جیب هودیش. دختره دستش بعد جیب هودی خیلی یه دارک جورایی شد. این قسمت میشه، یعنی درسته بله. میدونیم دیگه. دستشو کرد تو جیب هودیش و همینطوری داشت لبخند میزد. یا مثلا یکی دیگه از دوستان تعریف کرده بود که یه دوتا از بچه‌ها، یعنی دختر پسر، رفته بودن تو کلاس. درست. من این دختر پسر تاکید میکنه که دختر و پسر. میدونم دختر، درست منطقیه دیگه، مختلطه بالاخره، دختر و پسر دارن با هم چیز میکنن، دختر و دختر که با هم بعد جالبه میبینی ایشون فقط داستانه بقیه تر، یعنی خودش فقط میبینه و یعنی مثل یه عقابه. ادامه. بعد داشتن یه کاری میکردن، حالا یه کاری، و یه رفت در باز کنه روشون چک کنه، چون چرا هرچی من نمیفهمم حاجی. وای یعنی چیه کاره من الان؟ من اصلا این چه حرکتی من یاد گرفتم هی اینجوری میکنم؟ این چیه الان من امروز سال اینجوری میکنم؟ میخواستن یه کاری بکنن، بعد این دوستشون پشت مراقب وایستاده بود که کسی نیاد داخل کلاس. بعد تا اومد در رو باز کنه بهشون اخطار بده. یعنی حتی من خواستم طرح شورتمو بهش نشون بدم. بیخیال. یعنی من فکر کردم فقط بوسه است، یعنی وای در این حد مختلط، یعنی چیز. من حرفی ندارم، من فقط میخوام این ویدیو تموم شه، من هیچ حرف دیگه نمیزنم دیگه، فقط بشنویم چه اتفاقایی میفته دیگه. طرح شورتمو دوست داری بیبی؟ میدونین یه چیزی هست به اسم خونه، تخت. درست. تخت. این تخت فقط برای خوابیدن نیست، برای کارهای دیگه هم میدونم. هست. یعنی از اون هم استفاده کن. من یعنی اینکه نه مدرسه شنیدم خواهشاً تو مدرسه جفتگیری نکنید لطفاً. من یه لحظه من متوجه نشدم ایشون کجا زندگی میکنه که من در آینده مهاجرت کنم به همون کشور. قطعاً که ایران نیست، یعنی ایران اگه ببینن که دختر و پسر اخطار نمیدن. آره میدونیم دیگه چی کار میکنن دیگه. اوکی بریم ویدیو بعدی. نوشته حس آبدارچی مدرسه وقتی به جای معلم ریاضی اومده بود امتحان بگیره ازمون. بریم چه حسی داره. شاید صداش زیاده. چرا؟ نه میدونی واسه ما پیش نیومد. چرا راهنمایی بودم این اتفاق میافتاد، ولی نه. آره بریم ویدیو بعدی. نمیدونم من درکش نکردم اون متن. حالا چیزی که مدرسه
من پایینی رو نخونده بودم. چیزی که در مدرسه کیریان نسخت میگذرد در روز فارغ التحصیل. اوکی. بعد این داداش ریسه رو کندین. بعد اون داداشمون با صندلی اونجا نشسته، یعنی نشسته که این وایساده، ترس میترسه یهو بادکنک که یا از این فوماس بکنه بخوره تو صورتش عملا. و صندلی گرفت و اون پشت نمیدونم میخواد دفاع کنه یا حمله کنه، فقط صندلی گرفته بود دستش. آره انقدر درد داره فکر نه. اوکی. بعد چرا همتون فقط اون خنده های اون خانوم پشت خنده های خانوم فیلمبردار. ایوال. ویدیو بعدی نوشته مدیر مدرسه هفته پیش بهم گفت تیک تاک رو پاک کن، در ایران غیر قانونیه. منم گفتم از کجا فهمیدید؟ اونم بهم گفت یکی از بچه ها بهم گفت و منم این آهنگ تو ذهنم اومد. چه آهنگی؟ آدرسمو دارن دیگه مخبرای نظام، بیاین دیگه کجا موندین بزدلای سپاه، نمیشه که لاف بیای بد بگی نمیتونم، من با آغوش باز منتظر یکی تونم، روحیه نمیبازیم. و اینکه بیشتر من از اون بچه‌ای که گفتش حالا بچگی کرد. خب من الان اون کاری ندارم، من مشکلم با اون مدیر مدرسه یه که بهش گفت تیک تاکو پاک کن. میدونید خیلی اصلا به فشار اومد اینو خوندم. اصلا خب به تو چه؟ یعنی نه بس به مدیر بس میگفتی به تو چه؟ یه چک میخوام زیر گوشت. آقا این تو گوشیش تیک تاک داره، اصلا تیک تاکره، تیک تاک میخواد بگیره، به تو چه؟ تو ایران غیر قانونی. وای بدم میاد حاجی. بعد بریم ویدیو بعدی. خب یه دختر خانم خیلی خوشگلیه که این ویدیو میخواد ممنوع ترین وسایل مدرسه رو بهمون نشون بده. بزن بریم. ماساژور صورت. ماساژور صورت. منظورتون چیه؟ نباید اینو ببرین مشکلی نیست، فقط مثلا ماساژور یکم میدونی نبرین بهتره به نظر ما. این چیه؟ اینو ببری؟ لاک خوش کن داریم ما؟ من تا همین لحظه نمیدونستم چیزی به نام لاک خوش کن. بابا خب لاک زدین، خب فوت کنین. لاک خوش یعنی دست برین زیر لاکتون رو خشک میکنه. وای باد میزنه فقط. آره دیگه چی کار میکنه؟ نه لیست میزنه. خب باد میزنه. چی سوالی آخه تو ذهن من نه چیه؟ تو ذهن من پلی میشه. وای لاک خشک. اوکی ببرید، فقط من نفهمم ببرید چی کارتون میکنن. اخراج میره دفتر. بچه‌ها از اونجایی که صورتم خشک شده خب ماسک صورت میدونی. بعد تو مدرسه میذارین، یعنی من فرض کن که الان تو مدرسه زنگ دومه مثلا ریاضی داریم، ماسک گذاشتین صورتتون، مثلا اونجا نشستین رو صندلی، یهو مثلا فرض کنیم که مدیر یا حالا معلم یا حالا هر کی معاون میاد تو کلاس، اون ماسک رو صورتتون ببینه. من فقط میخوام واکنشش رو ببینم. واکنش طبیعی همچین چیزایی تو مدرسه دخترانی که بدتره. وای آدم از ساعت 6 تا ساعت 2 اونجای دیگه، حالا 6 نگیم 7 بگیم، اصلا 7 نگیم 8 بگیم. درست ما 8 آدم اونجا هست صورتش خشک میشه. خود درسته بله. حالا الان که شماله و صورت مرطوبه، صورت الان خشک نمیشه. یا لازمه دیگه باید ببرن دیگه. روی لطیفی دارم که اصلا مدیر و معاون وقتی اینو ببینه یعنی میگه همین، یعنی از اون قبلیام بدتر. من اونا قفل بود، یعنی تو ذهن من بخوام
بعد اصلا چجوری اون لاک خوش کنه تو جیبه تو کیفتون جا میکنه، یعنی سنگینی نمیکنه مثلا میخوام ببریم بیارین حمل و نقل کیف. من خیلی واسم دشواره حمل و نقل کیف که بخوام ببرم بیارم. من تو سرما اون سرما من پشت موتور لباس میپوشم که دارم میام اون لباسه رو بتونم نیارم، یعنی نتونم یعنی اینکه سخته بخوام بیارم. سر صبح سگ لرزه میزنم میرم میام که لباس بتونم نیارم. بریم ادامه بدیم. راه و رفیم رو برگرد. آدامس رو میگفت نه، آدامس بوفه ما داره میفروشه. بله نه اوکیه. مدرسه ما خیلی عجیبه. اگه میخوان یه ولاگ از مدرسه‌مون بگیم، مدرسه ما یعنی شاید بهتون بگم که عجیب ترین مدرسه ایه که شاید عجیب ترین هنرستانیه که شاید میتونین ببینین. واقعا عجیبه. اگه دوست داشتید یه ولاگ میگیرم حتما. اوکی آدامس خیلی من اونم بایودنت. من توی چنل یوتیوب هم کلی آیتم دیگه نشون دادم که اصلا 100 از این خنده دارتره. حتما توی چنل یوتیوب هم سر بزنید، ویدیو بلندی داره و خیلی بامزه است. خیلی خیلی دوستتون دارم. لایک و کامنت یادتون نره. منتظر نظرتون. اوکی چنلتون رو نذاشتید بچه‌ها برام ببینن. هستم. اگه بعد من سوالی که الان دارم، یعنی از اینام حتی مثلا عجیب‌تر دیگه فکر نکنم باشه. مثلا چاقو دیگه مثلا نه میوه می‌خواستم میوه که میبره. خب اوکی ورژن پسرانه این در واقع آیتم رو هم بگیریم چون از ما 100 خنده دارترن. خیلی بله. من اینجا دقیقه واسه یه ابزاری که حالا ما مدرسه میبریم اینه. اینه یه ابزارهایی که حالا خیلی ابزارهای دیگه هم هست ولی خب این تازه کیفم در آوردم. آره خیلی اگه میخوای منم یه ورژن بگیرم بگین. آره نه اون آیتم ها دیگه خیلی دیگه اونا دیگه الان نشون دادم بهتره. بریم ویدیو بعدی. تو مدرسه تون جشن ملیت هاست و تو پرچم ایران رو بالا بردی. نگو که پرچم شیر خورشیده. سیب نصفه دهن نظام درگیری با من دهن تو من سیلی تو صورت مدرسم. ایول تاریخی من بچگی رضام. ایول میزنم رو شادون که به این ایران که نیست معلومه. اصلا بگران هیچی اصلا ایران بود که داداش. اصلا تو ایران اصلا ملیت اینا فقط خودشونو میشنه، یعنی فقط میگم ملیت ما خوبه، یعنی ملیت هایی که جشن میگیره یعنی ملیت فقط خودشون خوبه. یعنی وای من افتخار میکنم به همچین دخترای سرزمینم واقعا. مثلا من ایستاده دست بزنم میره. حالا میشینیم. ایول چقدر سرد شد. واقعا افتخار میکنم از ته قلبم که ذوق زده شدم. بریم ویدیو بعدی. این بهتر. ویدیو آخر بود. ایول ویدیو آخر بود و چه ویدیویی هم بود. با چه ویدیویی تمام کرد و ایول امیدوارم که هر چی زودتر وضعیتمون بهتر شه از این و امیدوارم از این وضعیت در بیایم. روز به روز داره پولمون بی‌ارزش‌تر میشه، اقتصادمون ریده و کلی مشکلات دیگه. اینجا جا داره که بگم به قول یزدان تا ویدیو بعدی زن زندگی آزادی. سلام برسون.